سلام و درود به همدیاران گرامی قدر، انتخاب کنندگان محترم و ارجمند. از تقدیرم شکرگزار و سپاسگزار هستم که با بهره‌مندی از سیاست خردمندانه و تدبیرهای دوربینانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به حیث یک نماینده، یک زن دهه دوردستترین کشور در معرکه انتخاباتی سال 2025 به عنوان نامزد به وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی شرکت می‌ورزم. چون این امکانیت و فرصت به هر یک بانوی تاجیک از روزهای صاحب استقلالی تاجیکستان فراهم آورده شده است و بلند برداشتن مقام زن در جامعه از ابتدا در محور سیاست پرزیدنت کشور با شایستگی موقع گرفته است. در پیام خویش پیشوای ملت ابراز داشته بودند که انتخابات همچون معرکه مهم سیاسی از هر یک شهروند کشور به خاطر رشد و آبادی فردای مملکت و آسایش نسل‌های آینده، فرهنگ بلند سیاسی، حس وطن دوستی و مسئولیت شناسی را تقاضا می‌کند. از این رو درست انتخاب نمودن و درست انتخاب شدن هم چینک‌هایی میباشند که سطح معرفتناکی سیاسی و فرهنگ سیاسی جامعه را نشان می‌دهد. شرکت در انتخابات و به طرفداری نامزد ارزنده رای دادن نیز در شمار حقوق و آزادی‌های کنستیتوسیونی انسان و شهروند است. حضور آگاهانه در انتخابات و انتخاب هوشمندانه از سوی مردم شرکت در سرنوشت کشور است. همدیاران عزیز، من از قطار شمایم. با رأی شما به مقام پر افتخار وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی کشور رسیدن از احتمال دور نیست و هر یک آواز شما برای من امانت است. تلاش می‌ورزم تا به آن رأی سزاوار و وفادار باشم. سعی و کوشش، دانش و ملکه و تجربه خویش را جهت قبول قانون‌های مهم و سریوقتی به خاطر رشد و نموی باز هم بیشتری تمام ساحه‌های کشورمان روانه خواهم کرد. از سیاست دوربینانه و سازنده اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و تطبیق برنامه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان برای پیشرفت و سعادت خلق تاجیکستان که اساس برنامه پیش از انتخاباتی ماست حمایت می‌کنم. در ضمن فعالیت خود را جهت تامین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، حمایت منفعت‌های ملی، تقویت صاحب اختیاری و دولتداری ملی، توسعه اقتصادیات و عملی نمودن هدف‌های استراتژی کشور، بهبودی وضع اجتماعی، رشد معارف و بهتر نمودن جایگاه استاد و آموزگار، تقویت سلامتی جامعه، حمایت از نقش بارز عائله و زنان و دختران، جوانان و تامین ولایت قانون روانه می نمایم. همدیاران ارجمند، انتخاب کنندگان گرامی، عامل اساسی در انتخابات به حیث نامزد به وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اشتراک کردنم محبت و صداقت به تاجیکستان عزیز و افتخار از وطن و وطنداری است و هدفم از مسئله‌های زیرین عبارت می باشد: در سمت تحکیم استقلالیت دولتی، وحدت و یگانگی و ثبات و امنیت، چنین هدفها را در پیش دارم. در حفظ و تحکیم بخشیدن دولتداری ملی در شرایط پرتضاد و مرکب ژئوپلیتیکی منطقه و جهان، برخورد منفعت‌های کشورهای ابرقدرت و عامل‌های منفی جهانی شوی تلاش می‌ورزم.
در تحکیم بخشیدن خودشناسی و خودآگاهی ملی، حس وطندوستی و وطنداری و معرفت سیاسی و حقوقی اهالی خدمت می نمایم. در پرتو گویه تاجیکستان آزاد و صاحب استقلال، وطن محبوب همه ما، نوابسته از ملت و زبان، دین و مذهب و عقیده و موقع سیاسی از حقوقهای شهروندان حمایت می کنم. و ارزش‌های ملی، زبان دولتی و مقدسات ملی در یک جایگی با انتخاب کنندگان ارجمند ارج می‌گذاریم. با راه تامین تعلیم با صلاحیت، صفت تحصیلات، اختراعکاری، سپری با اعتماد از تعصب و خرافات، رویه‌های نامطلوب را در یک جایگی با انتخاب کنندگان محکوم می‌نماییم. در سمت تطبیق سیاست اقتصادی، در تأمین رشد استوار اقتصادی و بهبود بخشیدن و زندگی مردم کشور، در اجرای موفقانه هدفهای استراتژی دولت سهم گذاشته، در تهیه قانونها با مقصد کامیاب شدن و هدفهای استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 شرکت می‌ورزم. در تامین حقوقی رشد سرمایه انسانی و بلند برداشتن معرفت رقمی و تشکل دادن سودای رقمی و رشد سودای الکترونی، بهگردانی فضای سرمایه گذاری و صاحبکاری، توسعه اقتصاد سبز ذمه می‌گذارم. برای زندگی شایسته مردم، تکمیل نظام قانونگذاری در سمت دستگیری قشر نیازمند اهالی تلاش می‌ورزم. در ایجاد فرصت‌های کار و شغل نو اهالی شهر اسفره مساعدت می‌نمایم. در سمت سیاست گندری و تحکیم بخشیدن عائله و تقویت سالم جامعه چنین نقشه‌ها دارم. برای بارزتر شدن مقام و منزلت ارزنده و روزافزون زنان و بانوان تاجیک در همه جاده‌ها تلاش می‌ورزم. در تهیه برنامه‌های خاصه کاربری، برنامه استاد و شاگرد در سطح جماعت دهات و شهرک برای تربیه زینه به زینه کادرهای بالیاقت از حساب زنان و دختران سهم می‌گیرم. در ایجاد و تهیه برنامه‌های دستگیری زنان و دختران از قشر نیازمند جامعه و زنان و دختران دهات دوردست ذمه می‌گذارم. در مؤثرتر نمودن نقش نهاد عائله در جامعه و حفظ عائله همچون ارزش مهم اجتماعی و فرهنگی و حفظ کننده عنعنه‌های معنوی و اخلاقی تلاش می‌ورزم. در مکمل گردانیدن سندهای حقوقی و معیاری جهت پیشگیری فروپاشی عائله‌ها شرکت می‌ورزم. در بهبودی سالمی جامعه و بلند برداشتن معرفتناکی طرز حیات سالم و در برازندگی مقام طبیبان تلاش می‌ورزم. در سمت رشد معارف، علم و فرهنگ چنین نیت‌ها دارم. در بنیاد و تعمیر مؤسسه‌های تعلیمی مساعدت می‌نمایم. در شایستگی مقام آموزگار تلاش می‌ورزم. در اشتراک منتظم نسل نورس در آزمون‌های جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من، فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت، تاجیکان آینه تاریخ و دیگر آزمون‌های فنی مساعدت می‌نمایم. در تربیه وطن دوستی، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی، زبان آموزی، اختراعکاری و کشافی نسل نورس تلاش می‌ورزم. در سمت سیاست جوانان و ورزش، در تربیه نمودن جوانان در روحیه وطن دوستی، خودشناسی ملی و ترغیب طرز حیات سالم سهم می‌گیرم. در ایجاد راه‌های مؤثرتر روند پیشگیری جوانان از روند نامطلوب تروریسم و اکستریمیسم تلاش می‌نمایم. در جلب جوانان به کسب آموزی و مطابق گردانی سندهای ساحوی برای رشد ساحه ذمه می‌گذارم. در روند فرصت دادن به اشتراک جوانان در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه تلاش می‌ورزم.
در سمت تکمیل قانونگذاری، تحکیم قانونگذاری و بالا بردن معرفت حقوقی شهروندان چنین نقشه ها را دارا می باشم. در تکمیل قانونگذاری کشور جهت تحکیم استقلال دولتی، وحدت و امنیت ملی، ثبات سیاسی و یگانگی تاجیکستان با نظر داشت روندهای مرکب جهانی شوی و وضعیت جهانی معاصر فعالیت می نمایم. در ترغیب و تشویق قانونگذاری، رشد دانش‌های حقوقی و بلند برداشتن فرهنگ حقوقی اهالی شرکت می‌ورزم. همدیاران گرامی قدر، 2 مارس روز انتخابات است و رأی شما برای ما ارزشمند محسوب می‌یابد. از شما تصمیم خردمندانه و انتخابات هوشمندانه را منتظریم. انتخاب از شما صداقت در عملکرد رسالت ما.